فراد نیزو توجه بابای محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان قشونهای گردیزان دوشنبه با مناسبت 32 سالگی تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای پرد حربی صف آراستند. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال لیتنانت صابرزاده. سلام رفیقان. شما را با مناسبت 32 سالگی تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک می‌نمایم. آزاد. آزاد. محترم گنرال ها و افسران و سربازان قواهای مسلح، خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظی حقوق، فردا از تأسیس قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلال که یکی از رکنهای مهم دولت صاحب اختیار تاجیکان می باشند 32 سال پر می شود. همه شما خدمتچیان حربی قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظی حقوق مملکت را به مناسبت این صحنه تاریخی جشن فرزندان دلیر و شجاع وطن صمیمانه تبریک میگویم. با افتخار و قناعتمندی ابراز می‌دارم که هیئت شخصی قواهای مسلح در مدت 32 سالی سپری گردیده حفظ استقلال و آزادی مملکت، حمایه مرز و بوم سرزمین آزادی، امنیت دولت و جامعه، صلح و آرامی و ثبات سیاسی را در کشور جوانمردانه و با صداقت به خلق وطن تامین کرده ایستادند. در هر دور و زمان حمایه وطن و حیات آسایشته مردم برای هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس وظیفه مقدس و وظیفه پرشرف به حساب می رود. تاجیکان از زمانهای خیلی قدیم همچون ملت فرهنگی و صلح‌دوست، صاحب معرفت و تمدن‌ساز و آبادکار و سازنده شناخته شدند. ولی در طول تاریخ چندین هزار ساله ملت ما، فرزندان دلیر و فداکار آن از قبیل مقنع، سپیتامین، دیوشتیج و تیمور ملیک، واسع و هزاران نفر دیگر برای حمایه سرزمین مقدس اجدادی قهرمانی و جانثارا کردند و به نسل‌های امروزه از خود نمونه عبرت جاودانی باقی گذاشتند. از روزهای اول اعلان گردیدن استقلال دولتی و تشکیل دولت صاحب اختیار تاجیکان، مسئله تأسیس دادن قواهای مسلح در نزد حکومت مملکت همچون وظیفه اولین درجه قرار داشت. ولی مشکلات سخت و سنگین ابتدای دوره صاحب استقلالی، خصوصاً مخالفت‌های شدید سیاسی و جنگ تعمیدی شهروندی به اجرای این وظیفه امکانیت ندادند. تنها بعد اجلاس تقدیرسازی 16 شورای عالی و انتخاب گردیدن رهبریت نوی سیاسی کشور
برای برقرارسازی ساخت کلیسانی، فعالیت ساختارهای فلج شده حاکمیت دولتی و گذاشتن زمینه‌های حقوقی و اعتدال آوردن وضعیت نخستین اقدامات صورت گرفتند. از جمله 18 دکبر سال 1992 با امضای فرمان ریاست شورای عالی درباره تأسیس قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تشکیل اولین ساختارهای ارتش ملی تاجیکستان صاحب استقلال آغاز گردید و قواهای مسلح همچون نهاد اساسی حفظ ساخت کنیستانی و تمامیت ارضی مملکت فعالیت خود را از صفر آغاز کردند. با وجود مشکلات زیاد اقتصادی و مالیوی، اینچنین نبودن افسران و متخصصان کسبی، ما با تشکیل جزء تامها قسم واحدهای علاهده و با تکنیک و تجهیزات حربی تأمین کردن آنها شروع نمودیم. بارها گفتم و حالا تکرارا خاطر نشان می سازم که در کشور تازه استقلال ما در آن روزها برای تأسیس دادن ارتش کسبی عادی ترین زمینه مادی و تکنیکی وجود نداشت. صرف نظر از همه این نارسایی و مشکلات 23 فوریه سال 1993 یعنی 32 سال قبل از این اولین پرد حربی ارتش ملی برگزار گردید و خدمتگزار حربی قوای مسلح نو تأسیس مملکت با افتخار از آن گذشتند. باید گفت که قواهای مسلح دیگر ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در ایام نهایت حساس و تقدیرساز سالهای اولی صاحب استقلالی، خصوصا در دوره جنگ تحمیلی شهروندی که خطر پراکنده شوی ملت و از بین رفتن دولت تاجیکان را واقعا به میان آورده بود، قرض وطنداری خویش را صادقانه اجرا کردند. با شرافت دلیری و شجاعت و فداکاری و متانت آنها حمایه استقلال دولتی، یک پارچگی مملکت و اعتدال آوردن وضعیت، برقرارسازی صلح و ثبات و بی‌ضرر گردانیدن گروه‌های مسلح اکستریمیستی و تروریستی تأمین گردید و برای زحمت سازنده مردم کشور شرایط و امکانات ضروری فراهم آورده شد. ما امروز افتخار داریم که ارتش ملی تاجیکستان صاحب استقلال با ساختار متشکل نیرومند، منظم و مجهز و با یکی از رکنهای مهم دولتداری نوین تاجیکان مبادل گردیده است و قادر است که یکجا با دیگر ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق کشور بزرگترین نعمت زندگی مردم تاجیک، استقلال دولتی و دستاوردهای تاریخی آن، صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و زندگی آسوده خلق تاجیکستان را همچون سپری با اعتماد حمایه نماید. وضع بسیار ناآرام و بی‌ثبات حربی و سیاسی که جهانی معاصر را فرا گرفته است، از جمله شدت گرفتن برخورد منفعت‌های ابرقدرت‌ها برای از نو تقسیم کردن دنیا، مسلح شوی با شتاب و جنگ سرد از هر یک خدمتچی حربی، آماده باشی دائمی، سطح بلندی مهارت و ملکه کسبی، حس ملی، احساس گرمی وطنداری، جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاری را طلب می نماید. اینچنین وسعت بی سابقه پیدا کردن
فعالیت حرکت و گروه های اکستریمیستی و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، جنایت های کیبری و دیگر جنایتکاری های متشکل فراملی، وظیفه و مسئولیت خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق را بیش از پیش مهم و مبرم می‌گردانند. در چنین شرایط رعایت بیچون چرای طلبات آیین‌نامه‌های حربی، انتظام و ترتیبات و تأمین نمودن ولایت قانون در تمام جزء و طام‌های نظامی شرط اساسی نیرومندی و موفقیت قواهای مسلح میباشد. همچنین رهبریت و هیئت فرماندهی قوای مسلح، دیگر ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق وظیفه دارند که با در نظر داشته وضع زود تغییر یابنده جهان با مسائل آماده باشی دائمی، تأمینات جزء و تام‌ها با تکنیک و تجهیزات معاصر حربی و فراهم آوردن شرایط باز هم بهتری زندگی و خدمت برای هیئت شخصی اعتباری بیشتر دهند. در این روند به مسئله تربیت کادرها، جابجاگذاری درستی آنها، بازآموزی، بلند برداشتن سطح کسبیت و مهارت و ملکه افسران و سربازان از خودکنی و استفاده تکنیکی و تکنولوژی‌های معاصر از جمله ذهنی صنعی، اینچنین آماده باشی ذخیره‌های سفربری باید دقت اولین درجه داده شود. خاطر نشان می‌نمایم که در شرایط بحرانی جهان امروزه و تا رفع افزایش یافتن خطر و تهدیدها به امنیت جامعه و دولت، باز هم تحکیم بخشیدن اقتدار مدافعی مملکت از جمله وظیفه‌های مهمترین ما میباشد. حکومت مملکت با این مقصد از تمام ذخیره و امکانیت‌ها استفاده میکند. خدمتچیان حربی قوای مسلح، دیگر ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق مملکت باید به اجرای وظیفه خود با مسئولیت بلند مناسبت نمایند و سوگند خود صادق باشند. وطن خویش را صدقاً دوست دارند و فراموش نسازند که وظیفه به دوش آنها گذاشته شده، یعنی حمایه وطن، ملت و دولت، مسئولیت و رسالت مقدس می باشد. مردم تاجیکستان، در سیمای هر یک شما خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق، محافظان با اعتماد استقلال و آزادی وطن، مرز و بوم سرزمین اجدادی، صلح و ثبات مملکت و حامیان حقوق و منفعت‌های خود را می‌بینند. اعتماد و امید مردم کشور هر یک شما فرزندان صادق وطن را وادار می‌سازد که همیشه هوشیار باشید، زیرکی سیاسی را از دست ندهید، سطح کسبیت و آماده باشی خود را منتظم بلند بردارید، نمونه رعایت قانونیت و ترتیبات و انتظام حربی باشید. من به حس بلند ملی، وطندوستی و وطن پرستی، اراده مستحکم، غیرت و جسارت و صداقت هر یک شما به دولت و خلق تاجیکستان اعتمادی کامل دارم. بار دیگر تمام هیئت شخصی قواهای مسلح، ساختارهای حربی، مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب استقلال و همه شما فرزندان صادق وطن را که در این میدان صف آراسته اید، به افتخار 32 سالگی تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان
صمیمانه تبریک گفتم به هر یک شما سلامتی، روح متین و اراده قوی آرزو می نمایم. سلامت و سربلند باشید حامیان دلیر و شجاع وطن. به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح، شرف